به نام خدا. امروز میخوام براتون در مورد مراحل ترکیابی، جوشکاری، تراشکاری و تعویض پاپیت در آسیاب‌های گلوله‌ای توضیحاتی ارائه بدم و نمونه پروژه‌ای که ما در فولاد زرند ایرانیان انجام دادیم و براتون شرح بدم. در ابتدای امر باید ترکیابی صورت بگیره که مشخص بشه که ترک در کدام ناحیه از بالمیل قرار گرفته. طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، ترک در محدوده استاتیک و در حدود 2 متر شناسایی شد. ابتدا به وسیله گوجکاری محل ترک رو همونجور که در تصاویر می‌بینید شکافتیم و قطعه رو تا اون نقاطی که ترک وجود داشت گوجزنی کردیم. در هر مرحله در انتهای گوجزنی به وسیله تست های پیتی از وجود ترک ها اطلاع پیدا می کردیم و این کار رو تا جایی ادامه دادیم که کاملا ترک ها ریشه‌کن شدن. در ادامه جهت جوشکاری ابتدا قطعه رو پیشگرم کردیم. قبل از گوجزنی استیفنر هایی رو جهت جلوگیری از اووالی قطعه نصب کردیم تا قطعه در حین گوجزنی ترک نخوره. در اینجا میبینید که مرحله به مرحله این کنترل دمایی و جوشکاری انجام میشد. الکترودها پیشگرم میشدن و عملیات گوجزنی ادامه پیدا کرد. سپس جوشکاری به انتهای کار خودش رسید و در نهایت عملیات گوجکاری از بیرون قطعه، چون این ترک به سطح رسیده بود، انجام شد. بعد از گوجکاری سنگزنی انجام میدادیم تا محلهای دوده گرفته پاک بشن. سپس به وسیله تست پیتی این اطمینان حاصل میشد که کاملا ترک رو ما برداشتیم. در تصویر مشاهده میکنید که کارشناس جوش در حال بررسی ترک و انجام تست پیتی هست و مطمئن میشیم که ترک ها کاملا ریشه‌کن شدن. بعد از این مرحله جوشکاریمون انجام میشه و بعد از جوشکاری عملیات سنگزنی روی جوش انجام میگیره. چون جوش از الکترودهای های کروم استفاده میشه، در هر مرحله نیاز هست کوبش های نرمی رو جهت تنش زدایی اولیه انجام میده. پس از اتمام جوشکاری عملیات تست یوتی یا همون تست اولتراسونیک انجام شد تا مطمئن شیم که در قطعه هیچ گونه ترکی وجود نداشت. در انتهای کار، چون ترک ها باعث ایجاد اووالیته در روی قطعه می شوند، محل یاتاقان ها تراشکاری شد. این دستگاه تراشی که ملاحظه می کنید در حال نصب هست. در تصویر کاملا ساخت شرکت راندمان جنوب خوزستان هست. قابلیت های بسیار زیادی داره، صافی سطح بسیار بالایی میده و میزان اووالیته رو در بین مثبت منفی 5 صدم میلیمتر قرار میده. دوستان دقت فرمایید، این عدد که من عرض میکنم با افتخار عرض میکنم خدمتتون دست نیافتنی هست. قطعه‌ای به قطر 5 متر و 20 به صورت ثابت تراشی انجام میشه این تراشکاری و میزان خارج از محوری که بر روی قطعه میمونه در حدود 5 صدم میلیمتره. این اعداد در تراشکاری شرکت های معتبر جهانی هولوش 3 دهم میلیمتره. اینجا میزان اووالیتی که داره اندازه گیری میشه رو دقت بکنه. تقریبا عدد ما ثابت هست در حالی که قطعه در حال چرخیدن. صافی سطحی که به دست اومده واقعا بی‌نظیره. بعد از اتمام تراشکاری اقدام به تعویض بابیت و یاتاقان ها شد و عملیات بلوچک
انجام شد تا انطباق بین بابیت ها و سطح جدید استدوینگ کاملا به دست بیاد و در انتهای کار یک کار مهندسی انجام شد. برای اولین بار در ایران عملیات تنش زدایی VSR برای قطعه‌ای با وزن 125 تن انجام گرفت که این افتخار نصیب شرکت ما شد. شرکت راندمان جنوب خوزستان تنها شرکت موجود در کشور هست که عملیات تعمیرات بالمیل های فولاد و سیمان و غیره رو و صنایع معدنی رو از 0 تا 100 و با حضور متخصصان خود انجام میده. امیدوارم که لذت برده باشید.